آمدم به شما بگویم آنچه 1400 سال پیش اتفاق افتاد قصه نبود، داستان نبود، افسانه نبود، بزرگ نمایی نبود. و برای اینکه من و شما بفهمیم اسلام منهای آن آقا چه می شود، از قضا خداوند حکیم ما داستان دیگری رو هم زده بود. داعشی که سر می‌برد، داعشی که به اسارت می‌برد، داعشی که می‌کشت و به خاک و خون می‌کشت. همه توأمان در یک جغرافی خاورمیانه. این آقایی که او را حجت خدا می‌دانیم، پیش از آن که حجت بر بندگانش تمام شود نخواهد آمد و خدا امروز با سرعت نور در حال اتمام حجت است. اتمام حجت بر تمام ادیان ابراهیمی، مگر طرح ابراهیم شما و معاهده قرن شما صلح و دوستی نبود؟ بسم الله. آن سرزمینی که امروز جنگ درش هست سرزمین مقدس برای سه دین ابراهیمیه: یهودیت، مسیحیت و اسلام. برای اون برادر عزیز مصری ما، اردنی ما، ترکیه‌ای ما، عربستانی ما، اماراتی ما، عمانی ما، کویتی، یمن، بحرینی، روز بر اون مردم داره حجت تمام میشه. ظاهراً بین ورژن علی ابن ابی طالب از اسلام و ورژن و خوانش غیر علی از اسلام خیلی تفاوت در عمل. و امروز ما اهل سنت باید چشم انتظار فرزندان علی باشیم برای نجات. خواه وجدانی آگاه این را بپذیرد، خواه نپذیرد، فرقی ندارد، حجت تمام شده است. مهم این است که حجت خدا تمام شد.